به نام خدا، درود بر شما بیننده محترم. به برنامه 82 فروغ رساخیز خوش آمدین. امروز خواستم که با شما لایو باشم. البته موضوعات کشور من زیاد است و داغ است، با هم از طریق رسانه ها آگاه هستیم. صرف در بعض موضوعات خاص میخواستیم که نظریات شما رو داشته باشیم، صحبت هایی داشته باشیم. اول در موضوع تعهدات طالباست که بخش دیگه است از مذاکره یا مفاهمه با آمر جوان احمد مسعود، فرزند قهرمان ملی، که طالبان تصمیم دارند که برن در پنجشیر، و بعض موضوعات دیگه که مربوط میشه بر روز. هموطنان من و شما طالبان را میشناسیم، شناخت داریم. اگر ما باز هم انتظار باشیم ببینیم که والله طالبان خب حال تغییر کردن، انسانهای خوبی شدن، میتونن دولت اداره بکنن، میتونن حکومت تشکیل بکنن، میتونن کشور اداره بکنن، یک اشتباه بزرگ است. نمیدانیم که ما کی تجربه میگیریم. هر بار اشتباه میکنیم، سر ما به سنگ میخوره، اعتماد میکنیم، توسط مرمی اعتماد ما زده میشه، کشته میشه، از بین برده میشه. طالب اونمون طالب است، خشنتر شده، بیرحمتر شده، هیچ تغییر نکرده. شما ببینین در رسانه ها دیدین، بچه‌شون دید میبینین، طالب عفو عمومی اعلان کرد، طالب قوانین وضع کرد، ولیکن دو سه روز بعد دیدیم که گرفتاری و مثلا بازرسی خانه یا تلاشی خانه ها آغاز شد. مخالفین خود گرفتن، تیرباران کردن، لط و کوب کردن. حالا در بخشی از منطقه سمت شمال ما که اسمش در ویدیو اسم نبرده بودن، آثار تاریخی ما را توسط تراکتور اون از بین میبرن. مناطق آبادی و جایی که رهایشی است بم میمانن، انفجار میتن. اونمو طالب است. طالب تجدید اخلاقی نکرده. و بعد در دوره اول اگر دیدیم ما شما اداره خشن طالب پاکستان قدر نقش عمده نداشت، ولی که امروز پاکستان نقش عمده دارد. پاکستان در تمام مسائل افغانستان دخیل است. به کجای طالب ما اعتماد بکنیم؟ به کدام حرفشان اعتماد بکنیم؟ اینا سوگن یاد کردن، و مخصوصا نایسای پاکستان، که هرچی دشمنی داره با فارسی زبان دشمنی داره، با رهبرای فارسی دشمنی داره، با مردم، با نابغه ها دشمنی داره. روزنامه‌نگارا، خبرنگارای ما که پیدگی ناپدید میشه یا فرار میکنن. شما بس اسم سر میبینید که مثلا جنایتی که سیاف کرد، گلبدین حکمتیار کرد، داوزی کرد، و یا خانواده احمدزی کرد، کرزی کرد، همشان در کابل خانه هایشان، زندگیشان جابجاست، حتی کسی طرفشان سیلام کرده نمیتونه. ولیکن خانه های رهبرای فارسی زبان همش تاراج شد، چوب شد، داروی هاش به یغما برده شد. ما کار ندارم فعلا سر مسئله دوستم ملیشه حرف بزنیم یا سر عطای قماندان. دیدین خانه هایشان چوب شد، مالشان برده شد، اما گلبدین دست نخورده باقی مانده، سیاف دست نخورده باقی مانده، داوزی دست نخورده باقی مانده، حتی در کنارشان است، و استانکزی ها دست نخورده مانده. این مسائل است که پیشش ما صورت میگیره. اما بازم با اعتماد بکنیم برای طالب که بگویم طالب خوب شده؟ نه. بیننده من، هموطن من، هوشیار باشین، بیدار باشین. به این نوازش های زودگذر طالب توجه نکنید. حالا شما چهره های کثیف از اینا رو میبینید در ویدیو. اصلا ماهای اینا سر صورتشان ناشسته است. با چی وحشت آمدن اینا، جای با جای شدن. هوس داشتن که کابل بگیرن، کابل گرفتن، سراسر افغانستان اشغال کردن. و چی بیداد میکنه یه ظلم و ستم از اونا. و اینجا هست یک موضوع را برای شما یادآوری بکنم که طالب چندین بخش تقسیم شده. این دشمنی اونم دشمنی دو قوم بزرگ است، یکی پشتون یکی افغان.
قوم درانی قوم غلزایی میگن یا غلجایی باید بگوییمش. اینا برای زدن و نابود کردن یکی دیگر دشمنی دارن، ولی قربانی ما مردم قربانی میدیم. مثلا بعض از فرمانده ها که در اسارت طالباست، رهبر طالبا حقانی که خودش از غلجایی هاست امر میکنه که را آزاد بسازیم، ولی که نوج درانی هاست، طالبای درانی هاست، اصلا به امرش و به فرمانش اعتنا نمیکنن، اجرات ندارن. میبینیم که چند دستگی اصلا افغانستان در یک حالت وحشت قرار داره و از جانب هم سیل مهاجرین در کابل سرازیر شده و شما از میدان هوایی کابل خوب در جریان هستیم که چی وضعیتی هست. میگوین کارمندان بیاین به کارهایتان، وقتی که در دفاتر مراجعه میکنن میبینن هیچ کسی نیست. تعداد از کارمندان را یک بخش که از امنیت بود اینا دستگیر کردن، زندانی ساختن، تمام وسایل اینا به دسترس گرفتن. آیسای پاکستان رهبری از اینا را به دست داره. خب یک امارت که هیچ چیز نداره و نتونست در ظرف یک 10 روز در ادارات دولتی را باز بکنه، نظم امنیت بیاره. این خاص طالبا بود، خاص آیسای پاکستان بود که اردوی افغانستان متلاشی شد، پلیس متلاشی شد، امنیت متلاشی شد. حالا نه از اردوی ملی خبری هست، نه از پلیس خبری هست و نه از امنیت ملی خبر هست. پاشان شدن، همشان از بین رفت. کنترل کشور ما به دست آیسای پاکستان و 4 طالب سرلج پایلج افتاده. شما به این وعده هایی که میتن باورمند نباشید. اینا به قول خود هیچ گاهی وفا نکردن. اینا صلاحیت از این نداره که اجراعات بکنن، همش برش دستور داده میشه. در بعض ویدیوها که نشر شده یک فرمانده طالب یک چیز میگه، دیگه فرمانده دیگه چیز میگه. او میگه اجازه بده که ما در این مورد حرف نداریم، از بالاها بر ما دستور بده. او دیگه خودش دستور بده که این کارها را اجرا بکنه. هموطن من به حرف طالب اعتماد نکنیم. هنوز طالب جای به جای نشده. این که زندانیان را خارج کرد، آزاد ساختن، درست در جمع زندانیان تعداد هم بیگناه بود که زندانی شده بود توسط حکومت همی اشرف غنی که وابسته به اینا بود، خودش طالب بود. تعداد زیاد زندانیا که از 10,000 زیادتر بیشتر هم بوده، کلش آیسای پاکستان زندانیان طالبان بوده، از حزب اسلامی بوده و پاکستانی ها بوده. اونا اینا هم دوزا و توریست ها را خود آزاد کردن بیشتریشه. زندان ها خالی شد. بله، هر کس به دیده قدر فکر میکنه که والا دیدیم زندانی ها را آزاد کرد، ولی که این خالی ساختن زندان یک روز شما باید داشته باشین که یک بار جای پای صحیح پیدا بکنه آیسای پاکستان. یک بار طالبا با خشن و با خشونتی که زاده یعنی در نهادشان است قدرت تحکیم بکنن در سراسر افغانستان، پس دوباره زندان ها را پر میساده است مخالفین خود، مخصوصا مردم فارسی زبان. این خوب باید داشته باشید. در میدان هوایی شاید هم ویدیو را دیده باشید، در میدان هوایی یکی از هزارهای ما میره، پاسپورت هم داره، میخواد که سفر بکنه، وقتی که میپرسش از کجاست، هزاره است، لطوکوبش میکنه، بیرونش میکنه از میدان هوایی. یا تا اینی سرحد عقده‌مند هستند در برابر هزاره و فارسی زبان. فعلا به عقیده ما نباید قضاوت عجولانه کرد، نه قضاوت شتابانه کرد در مورد طالبان. ذات از اینا بد است. یعنی کرمی که در لجن در کثافت زندگی کرده باشه و پرورش یافته باشه، او ذاتش تغییر نمیکنه. ذات طالب ذات خراب است. اینا نسل حرام هستن، از پدر انگلیسی هستن، از مادر پاکستانی. اینا نه پدر دارن نه مادر دارن، یک نطفه حرام آمده. از برای خدا شما در تاریخ امروز در کشورهای جهان هم در نظر داشته باشید. کدام کشور است که بعد از
300 سال دوباره برگرده پس در مرخصی اول خود از اول شروع کنه. امارات اسلامی، اماراتی که 1400 سال قبل در عربستان بود، در کشورهای عربی بود. این چگونه دشمنی با مردم افغانستان است؟ یک مدت بر از اونا مهلت میده که یک تنفس بکنن، نفس راحت بکشن. وقتی که بر مسیر سازندگی بازسازی کشور پیش میرن، برای آبیاری مغز و فکر و اندیشه خود زحمت میکشن، پرورش میتن نسل خود، میبینید که باز دوباره یک قوه قدرت خشن بیرحم بیگانه نطفه های رام را پرورش میتن، به نام طالب، به نام حزب اسلامی، به نام این، به نام آن، سر ما تحمیل میکنن. ما را میبرن پس به طرف پتله و چراغ، همون پلته و چراغی که 300 سال قبل یا 200 سال قبل یا 100 سال قبل استفاده میشد. آخر در کجای دنیا ما را بجاسی چیز؟ دانشگاه یا میبندن، مکتب یا میبندن، مراکز علمی یا میبندن، پلولچک یا منفجر میکنن، آبادی ها یا منفجر میکنن، آثار آبادات تاریخی ما را یا از بین میبرن. مگر ما کی ها هستیم؟ ما چگونه نسل هستیم که هر کی میای سر ما حکومت میکنه و ما تحمل میکنه، میگه به حرفش فریب میخوره، میگه برو خوب است، خیر است. در هر جای ببینین، حتی اینمی پاکستان گنده که تا دیروز دال نمیافتن که چپاتی بخورن، یورا معمول سرمایه داراش دال چپاتی پیدا میکرد. کالج میسازن، دانشگاه میسازن، سرک میسازن، فابریکه تاسیس میکنن، نوآوری دارن، اختراعات دارن، ولو که دولتشان یا حکومتشان بر ضد مردم خود است، کار نداریم به او. برای بازسازی کشور خود کار میکنن. اونا هم ببخشید جمهوری اسلامی پاکستان است، موسیقی هست، هنر هست، تئاتر هست، سینما هست، نمایشگاه هست، ولی که به نوبت به مردم افغانستان و این کشور مصیبت زده را میرسه، همه چیز شکل لب و لعاب اسلامی میگیره. این چگونه مردم هستیم ما کی به هوش میم، کی به فکر میم؟ ما چقدر فریب خورده مردم هستیم. هر کی آمد فریبنده حرف زد باور کردیم، هر کی آمد دروغ گفت باور کردیم. برای همزن من، ما در هر دوره که تاریخ تغییر میکنه میلیون ها میلیون انسان خود قربانی میدیم. همین 40 سال مد نظر بگیریم، چه نسل های از بین رفت، چه نخبه های ما از بین رفت، چه تباهی بار آمد. پس حاصل این همه قتل و غارتگری و چور و چپاول و ویرانی و قربانی همیست که ما امروز طالب وحشی را با خود داریم. حاکم سرنوشت ما شده، یک مولوی ملای بیسواد میایه بر ملت که تاریخ داره، فرهنگ داره، غرور داره، حکومت میکنه، دستور میده که ایتر باش ایتر نباش، ایره بخو ایره نخو، ریشی تبان پیران تنبان بپوش، کثیف باش، سر صورتت نتراشی که حرام است، موسیقی نشنو، خنده نکن، فوتبال بازی نکن، رقص و پایکوبی نکن، عروسی میکنی عزاداری داشته باشی. این از زندگی ما دستور میده بر ما. یک نسل حرام، نسلی که حتی خودش از اسلام چیز نمیدانه، بوی نبرده، چی رسد به انسانیت. شما دیدین اکثریتشان هم میپرسین که گو برادر کلمه تا بخون، قل ولا را بخون، نماز تا بخون، چند رکعت از چی هست، خندام میکنن، چیز میگه که اصلا یعنی باور بکن خجالت از شرم از برشان. اونو به عنوان رئیس فرهنگ مقرر میشه، به عنوان وزیر فرهنگ مقرر میشه، رئیس دانشگاه مقرر میشه. همین کثافت ها
از اونا چی انتظار داریم؟ چرا فریب بخوریم؟ طالب همون طالب است، خشنتر، بیرحمتر. اینا طرح و پلان بسیار وسیع دارن. ما نمیپردازیم به این مسائل چون لایف است. دوستا و عزیزا پیام های میتن، پلان های بسیار وسیع است که ما در برنامه فروغ رستاخیز که نشر تهیه میکنیم، باز به نشر نسپاریم، باز ما میتونیم سر مسائل عمده‌اش که پلان های از اینا چی هست. هنوز یک ماه از آمدنشان تیر نشده، هنوز حکومت ندارن، تشکیلات ندارن، فرامین خود صادر میکنن که در اماکن عمومی موسیقی شنیده نشد. در موترها که موسیقی شنیده شد زندانی میشه و این میشه، مالش ضبط میشه. نسل جوان ما بیشی سردرگم شدن. مردم اصلا نمیدانن چی بکنن، کجا برن، به کجا شکایت بکنن، کی صدایشان نمیشنوه. خب هنوز 10 روز شده، در ظرف 10 روز اینا زندگی مردم هم بخی در دست چنگال خود گرفتن. این حیات انسان در قطی محاصره کردن. اینا یا که خوب مستحکم شون، آیسای پاکستان ارتشش بیایه به عنوان اردوی ملی ما فعالیت بکنه، آیسای بیایه پلیسش نظم آمره، یعنی مرا کنترل بکنه، شما را او را کنترل بکنه، آیسای بیایه امنیت ملی ما را به دست بگیره و خانه به خانه تلاشی بکنه، باز اون وقت میدانیم که چی است. ما هیچ نوع دفاعی نداریم. اولین کشور بدبخت مصیبت زده استیم که ارتش ما منحل میشه، پلیس ما منحل میشه، امنیت ملی ما منحل میشه. ما هیچ چیز نداریم و طالب کننده همه کار است. بریم پادگاه ها به کلی خالی است، قطعات از نظامی به کلی خالی است، همه فرار کردن، چیز تاجیکستان رفتن، چیز ازبکستان رفتن، چیز به ایران رفتن که شما شاهد هستید. چگونه ملت است، چگونه مردم هستیم ما؟ مرگ بهتر نیست از این حالت کردن؟ در هر نقطه دنیا که باشیم تصور نکنن اون کسانی که در خارج زندگی آرامش دارن در آرامش به سر میبرن. این چگونه زندگی کابرو نداشته باشی، وطن نداشته باشی؟ ما زنده های بی وطنیم. ما تولد شدیم در سرزمینی که از ما نیست، که سرزمین مصیبت رسیدی است، که همیشه 4 تا بیسواد، ظالم، بیگانه سر ما حکومت کرد و ما هم خاموش هستیم. 4 تا رهبر هم که خط بلند میکنه توسط مردم به قدرت میرسه و به عزت آبرو و شهرت میرسه، اونا رو هم دیدیم که معامله کردن، خود فروشی کردن، رفتن دنبال کار خود. طالبا با اونا کار هم ندارن، چرا با اونا اندیوالای سابقه شان است. پس به این نسبت من به شما دقیق میگم، 100% روی حرف خود استاده هستم که طالب تغییر نکرده. به طالب اعتماد نکنین، به حزب اسلامی گلبدین اعتماد نکنین. کل از آنها یک گروپ هستن. Basta daga banda. همین قلجایی و عبدالی اگر روز برسه منافعشان در خطر واقع شه، با هم یک جا میشه علیه ملت قرار میگیرن. هیچ نوع اعتماد نداشته باشید و اینا هم به تنهایی نمیتونن حکومت بکنن. و همچنین آیسای پاکستان دقیق میدانم
آیسای پاکستان اصلا راضی نیست که در کنار طالب یک فارسی زبان قرار بگیره، در حکومت سهم داشته باشه. این مطمئن باشین جا نداره. او را مگر به خاطر سیاست یکی دو چهره را جای سازی بکنه، مثل که حکومت فاسد غنی او دلالای هزاره و ازبک و تاجک و یا که دور برش بود و محقق دانش و ایگپا و دوستم و غیره، شاید اونها تو موره های بیخاصیت از این مردم فارسی زبان یا دور برشان باشه. باقی با کسانی که نخبه هستند، دانشمند هستند، آگاه هستند، بیدار هستند، فرهنگی هستند، چیز فهم هستند، استاد هستند، اونا را جای نمیته در کنار. اصلا پاکستان تصمیم جدی داره که کنترلی کشور بگیره، بسیار پلانهای وسیعی داره. بازم به آخرین نقطه در مورد طالبا بگویم، آیسای پاکستان بگویم، به شیطان اعتماد بکنین، به طالبا با آیسای پاکستان و گلبدین حکمتیار اعتماد نداشته باشین. اینا خطرناکترین دشمن انسانیت شماست، دشمن صلح و امنیت شماست، دشمن آرامش شماست، دشمن زن و فرزند و ناموس شماست. اینا پروای هیچ چیز را ندارن. دیدین زمانی که ولسوالی ها را اشغال میکردن، به ولایات اشغال کردن، دسترجمی گروه دخترها و جوانها را، زنها را بردن به پاکستان. امی طالب بود، امی ناموس فروش طالب بود، امی طالب بیدین بود، امی حزب اسلامی تروریست بود. اینا پروای ناموستان ندارن. چطور میتونین اعتماد بکنید به ایش؟ اون کسان را ببینین که در رسانه ها تا دیروز به حال مردم هشت میریختن، گریه میکردن. چگونه موره های کثیف پلیت هستند که خود فروختن و امروز علنا در کنار طالب است میگه که ما امارت اسلامی دفاع میکنیم. چهره ها را میبینید شما، مشناسین همشانه که یکی از چهره های بدنام همایون افغان است که توسط مردم به شهرت رسید. وارد در هر گوشه و کنار مثل سادوها میره به نفع امارت اسلامی طالب پاکستانی تبلیغ میکنه. این فکر بکنید شما، اینا اینطور موره های کثیف پلیت دارن در کنار خود، در تمام سطوح اینا موره های خود دارن. به این نسبت اعتمادتان از طالب بگیرین، هنوز جا به جا نشده. اینا سنگ تهداب استبداد و ظلم گذاشتن و اینا آرام آرام خشت روی خشت مگذارن تا ای بنای ظلم استبداد به آخر برسانن. با استقرار کامل امارت اسلامی شما با خوشی و با لبخند و با موسیقی و با صلح و امنیت خداحافظی بکنید. امنیت میارن، صلح را میارن. چرا خودشان انفجار میداد، خودشان ترور میکرد، خودشان انتحاری میکرد، خودشان اونا فعلا در بدنه دولت جای به جای میشن، دیگه ضرورت ندارن برن انفجار بزنن، انتحار بکنن. صلح میآید، صلح که با بی‌عزتی، صلح که غرور میگیره، هویت نابود میسازه، و تو صلح یا میاره که انتظار باشین. شاید فعلا این سخنان من بر شما دور از واقعیت باشه، اما گذشت زمان چی که هر روز شما این موضوع را میبینین که چی حال روز است. زن آزادانه گشتن نمیتونه. شما شهر کابل را ببینید، ولایات را ببینید، بسیار کم اگر تا زن را ببینید که در خیابان ها باشه یا به سر بره خرید بکنه یا جایی را بره. حبس شدن اینا. یک بخش مهم حیاتی را که زن است، اینا در خانه زندانی ساختن. هنوز شروع کار است، آغاز یافتن، آغاز کار است. خب از این موضوع که خب دوام داره، این موضوع
و ما ویدیوهای بسیار زیاده را به دست آوردیم. دوستا و عزیزا شریک ساختن با ما که در برنامه‌های بعدی با شما شریک می‌سازم. جنایات از اینا را، جنایاتی که حیوان در حق حیوان نمی‌کنه، ویدیوهایش هست و اینا در روز روشن در پیش چشم مردم تیرباران میکنن و کسی جرأت کرده نمیکنن. حقم یعنی چی اگر خود ما هم باشیم کار انجام داده نمیتونیم، به خاطر که این وحشی ها صلاح دارن ما نداریم. پس به اینا چگونه اعتماد میکنیم؟ این سخنگویایی که هستی، طالبایی که میبینین به نام دکتر، اصلا دکتر هیچ کدامش نیست. همه من این طالبات تربیه شده از طرف انگلیس و پاکستان و امریکا. دهها سال اینا تدریس کردن، زبان انگلیسی میفهمن، اردو میفهمن، فارسی میفهمن، پشتو میفهمن. اینا تعلیم دیده هستن. ولیکن ملا مولوی، باریش، لنگی سیاه، قلب سیاه به نام آدم هستن ولیکن انسانیت نمیدانند. چهرهشان نور انسانی را از دست داده از بس که جنایت کردن، قتل و غارتگری کردن. به هر حال برمیگردیم به موضوعی که امروز از طریق طلوع نیوز هم نشر شد. شما هم آگاه هستین که هیئت طالبان امو بلند رتبهش که ما نمیدانم که گدای از اینا هم بلند رتبه گفته میشه و اصلا بلند رتبه توهین به شأن یک مقام است که یارا بلند رتبه میگن طالبای رسیده و غیره. به هر حال به پنجشیر رفتن که با فرمانده جوان احمد مسعود فرزند قهرمان ملی صحبت داشته باشند. و جالب است که گفتن با شمار دیگر از مردمان پنجشیر هم صحبت میکنن. خب این یک نکته است. کسی که تیزبین باشه، کسی که مسائل بدانه، کم و بیش متوجه کلمات میشه که چگونه کلمات استفاده میکنه. رهبری مقاومت در پنجشیر تنها احمد مسعود است، همه ما میدانیم. با شمار دیگر یعنی چی معنا؟ اینا اونمو افراد اشخاصی را که قبلا باش ارتباط داشتن، مثل صالح غلام بچه آیسای پاکستان امریکا، کالب برزد طالب دروغ و شعار دروغین میته، و یا شماری که مسلمان که میخواین که بخرن اونا را. چرا با دیگه شمار مردم پنجشیر اینا صحبت میکنن؟ رهبری مقاومت مشخص از احمد مسعود. صحبت میکنی هر چی داری با احمد مسعود برین پنجشیر ترک بکنی، چیری کسی بتانه گم بکنی. اگر من جای احمد مسعود می بودم یا باشم و یا در کنارش می بودم، همین موضوع را یادآوری میکردم که اجازه نداره فقط پنجشیر بیان صحبت بکنن، از همون پس دوباره کابل روانش بکنن. نقص دارن که به اطراف پنجشیر ناس سفر بکنن یا با مردمان دید و بادید داشته باشن. خب طالب، یا بهتر بگویم آیسای پاکستان، خواست که یک زهر چشم به احمد مسعود و مردم پنجشیر بزن، نشان بزن. گفت که تسلیم شو. فکر کرد که خب این نوجوان است، فقط تجربه نداره، کمی بگویم پتکه کنیم به اصطلاح تسلیم میشه. ولیکن دید که نه، این درخت فنومن با این حرفا و با این طوفان ها اصلا تکان نمیخورد. و شما شاهد هستید که در ظرف یک هفته بیشتر از 50,000 مقاومتگر مسلح شد در پنجشیر، از سراسر افغانستان آمدن. یک زنگ خطر است برای طالب. اول خب تسلیمی رو مطرح کردن، ولی خود طالب پیشنهاد کرده که ما میریم صلح میکنیم. من این پیام خود به احمد مسعود میگویم، به طالب اعتماد نکنیم. این فرصتی که به دست آمده و مردم کمر خود بسته کردن برای دفاع وطن علیه طالب و پاکستانی، شما این فرصت از دست ندید. پاکستان کشور ما را اشغال کرده،
قهرمان ملی علیه اشغالگری شوروی جنگید. حق است که شما علیه اشغالگری پاکستان بجنگید، رهبری را به دست بگیرید. احمد مسعود، اگر شما تصور بکنید که با مصالحه، با گفتگو مسئله افغانستان حل میشه، حل نمیشه. 100% تضمینی بر شما میگم. اینا منتظر فرصت هستن تا فرصت پیدا بکنن. اینا نیاز ندارن. پاکستان مسلط است. 33 ولایت گرفته، تنها پنجشیر مانده. و از پنجشیر هم ترس داره. اینا نیاز ندارن که صلح با کی کنن. صلح جبهه پنجشیر خب با پاکستان داخل جنگ نیست، با طالب داخل جنگ نیست. صلح به خاطر چی؟ این مذاکره، این صحبت ها، این تفاهم ها آغاز ضربه زدن به مقاومت است. دیدین یک بار کرزی کثیف، این اجنت معلوم الحال آیسای پاکستان، با نماینده طالبان رفت و پنجشیر. ساله این مهره مخفی، این جاسوس حال در پنجشیر است. دید که اینا توسط از اینا نمیتونن که مقاومت بشکنانن، از بین ببرن. چیکار کردن؟ اینا پیشگام شدن. خود طالب پیشگام شد که برن مذاکره بکنن. مذاکره به خاطر چی؟ پیش از پیش من به پیشگویی برتان میکنم که در دولت سهم نمیده، قدرت تقسیم نمیکنن. اگر قدرت هم تقسیم بکنن، در جاهای چی میکنن که اینا را جای میتن، کار میتن که زیر دست دیگرها باشه. بسیار سطح پایین. به این صورت میدانم که احمد مسعود آگاهانه پیش میره، اما شاید بعضها تصور بکنن که ما عاشق جنگیم، شعار جنگ میتیم. خیر، بر رهایی از چنگال پاکستان، بر رهایی از چنگال فاشیسم طالبی، جز مقاومت، نبرد مسلحانه راهی دیگه نیست. یا تسلیم شوه پنجشیر یا نبرد بکنه. در غیر از خنثی میسازیش، در نطفه خنثی میسازیش. موره ها یکی پای دیگر خرید فروش میشه. بیلیارد دلار پاکستان در اختیار آیسای طالبا گذاشته. پول است، به بوجی میارن، کوت میکنن. هر گرسنه‌ای را که پیش روش نان پرتی حمله میکنن. باز چی رسد به این رهبرای سستنسر، چی رسد به این فرماندهان سستنسری که ما دیدیم برش پول بده، خودشی که ناموس خودم مفروشه، فروختنم پیشش ما دیدیم. به این لحاظ است که میخواین در پنجشیر رخنه وارد بکنن. این خب مطمئن هستیم که اطرافیان احمد مسعود آگاه و بیدار هستند، مردمان متفکر هستند، با تجربه هستند. اما با آن هم چون آنقدر من در یعنی طالب شناسی و آیسای شناسی دقیق هستم، میدانم که آینده را چی میکنن. میخواین به کل خنثی بکنن. یگانه سرزمینی که در کشور ما، منطقه‌ای که در کشور ما با غرور باقی مانده پنجشیر است، مردم پنجشیر است. واقعا در طول همین 40 سال ثابت کردن که مردم با شهامت و مدافع کاملا صدیق و راستینی کشور هستند. میخواین کمی غرور از پیش مردم پنجشیر بگیرن. به این لحاظ این مذاکره، گفتگو راه حل نیست، نتیجه نمیده و شما منتظر باشین، شاهد باشین. حالا میایم سر چند، ببینید چند دلال دیگه که حالا تا دیروز ما به خاطری که معلوم شد مسیر از اینا کم و بیش صحبت میکردیم، حالا دیگه علنی مثل طالب رهبرای سمت شمال برای ما شبیه هم دیگر است. در چنین شرایط داغه که
مقاومت در پنجشیر شکل گرفته. صلاح الدین ربانی معامله کرد با پاکستان. دکتر لطیف پدرام از کابل شعار می‌زد. ضرور نبود، بجا نبود کمیاله. دکتر لطیف پدرام با حزب کنگره ملی حرکت میکرد، در کنار احمد مسعود در مقاومت می بود. ضرورت ایجاب میکرد که صلاح الدین ربانی با طرفدارای خود که حزب جمعیت بسیار کتله بزرگ است در کنار احمد مسعود استاد میشد. اما این دو انسان در چنین شرایط واقعا جفا کردن به مقاومت. و شما دیدین که هم دکتر لطیف پدرام و هم صلاح الدین ربانی پاکستان رفت، دست خالی برگشتن. صلاح الدین ربانی میره، من مطمئن هستم که معامله کرده و دکتر پدرام هم خاموش نشسته. شما کی مبارزه میکنه؟ شما از کدام عزت آبروی مردم افغانستان دفاع میکنه؟ با شما هستم دکتر پدرام، صلاح الدین ربانی، همین دو نفره که باقی ماندن، دیگرها فروختن، خود معامله کردن. کی شما داخل اقدام میشین؟ حزب کنگره چی به درد میخوره؟ حزب جمعیت که شما سرپرستیش دارین و صلاح الدین ربانی چی به درد میخوره؟ واقعا شما یعنی معرفی کردین خدا که کی هستین. افتخار به اون احمد مسعودی که مردانه استاد شد. به طالبا گفت که شما پنجشیر 40 دره داره، شما مرد هستین 1 درهش بگیرین. اون شهامت مردانگی مثل قهرمان ملی استاد شد. سینه را سپر ساخته امروز در برابر اشغالگری پاکستان و طالب وحشی. اما شما نامردانه پای عقب کشیدین، خود کنار کشیدین، معامله کردین با پاکستان و امریکا هم شما را ساکت ساخت. جای تاسف است، جای تاسف است. روز فرا خواهد رسید که از این کارتان پشیمان خواهی شد. خود شما را که بشار بده یک مقام خود داد. شما در اون مقام مثل یک موجود بیروح، یک موجود مرده می باشه. آخر شما در تاریخ چی نقشی را بازی کرده؟ زنها و دخترای ما امروز کمر خود بسته کنه بر دفاع وطن شعار میتن، عملا پیشگام هستن. و شما که دو حزب مقتدر را دارید در کنج خانه نشستین یا با میتینگ ها و مذاکرات و صحبت و مصاحبه ها شب و روزتان سپری میکنید. متاسفم به حال هر دوی شما. من صحبت خود در اینجا یعنی در بخش آخری صحبت خود قرار دارم. کسانی که ما میخواستم در مورد امر راسالی هم بگویم، کسانی که این مزدور جز از مقاومت میدانند هشدار بتون برشان. دست به تبلیغ دروغین نزنید. تبلیغ میکنن که مقاومت در پنجشیر توسط امرالله صالح و احمد مسعود شکل گرفته. این دروغ است هموطن من با یک تن از فرماندهان آریایی، جناب آریایی همیشه تماس دارم. صالح هیچ گونه صلاحیت نداره در مقاومت، اما گروه خاصی که اینا توظیف کردن، موظف ساختن که به نفع صالح این مزدور، این چهره کثیف پلید تبلیغ بکنن، میخوان ایره هویت بتن که یعنی صالح هم یک کاره است. صالح هیچ کاره است. صالح در مقاومت هم نقش نداره. ای که خود رئیس وقت حکومت آینده میدانه، معلوم نیست که شاید سرمو دزدای خودش حکومت بکنه یا سرمو راهگیرای خودش حکومت بکنه. این مسخره ترین سخنان از این مزدور، از این انسان پست پلیت است. به این اعتماد نکنید. کسانی که در رسانه ها به نفعش تبلیغ میکنن لطفا دست بردارین. بس از دیگه طابقه خدا شما مهره بی خاصیت میسازین.
گاهی به او طرف گاهی به او طرف گاهی به او طرف شما حرکت میکنید. هر فرقه در مورد جبهه مقاومت باشه و صالح و گماشتگان ازی حرف بزنه باور نکنین، درست نیست. من ببینم که دوستان عزیزان پیام هایی دادن، چون وقتم زود سپری شد و میخوایم با شما عزیزان صحبت خداحافظی بکنم. کسانی که با ما بدن پیام دادن یک جهان سپاس میکنم ازشان و منتظر نظریات شما هستم. شما هم صحبت هایی داشته باشید، پیام بتین. همین زمان است که ما نباید سکوت بکنیم، نباید خوشباور باشیم. طالب همون طالب کثیف است، مزدوراش همون مزدور است و ما امروز یگانه امید مردم افغانستان احمد مسعود فرزند قهرمان ملی و جبهه مقاومت است در پنجشیر و کسانی که نیروهایی که به پنجشیر خود رساندن مردانه ایستادن. امید ملت است با امید پیروزی و آمدن یک رژیم انسانی، نه رژیم امارت اسلامی، رژیم انسانی که حقوق همه حفظ باشه، سایه ها امنیت به هر کس به کار بره، یا لقمه رومندانه پیدا بکنه، کاربار داشته باشه، امنیت باشه، دروغ و تقلب ریا نباشه از طرف حکومت. ما به امید چنین روز زندگی خود سپری میکنیم. شب و روز شما بخیر. تا برنامه آینده همه شما را به خداوند یکتا میسپارم.